15 سال کم 4 عصر شده. 15 سال کم 4 عصر. Ark. با سیاوش خدمتکار مردکار بودگی. افراسیاب کسی سیاوش دورش با ساختگی ما. اون وقت با اسلام دینش نبودگی. اسلام دینش نبودگی. همون وقت با سنگ آورده یکم پایدوارش همون وقت. و غریبانی در شهری مسکو بوده. و شما توصیه میتونم شرکت موحدین مرامدین رقمشون واتساپ دارن مرامت زنگ بزنین. آفیسشون در مترو ودنی استادیون های. آفیسشون مرامت کنین برادرها. البته ماشین‌های نو و زمانوی در خدمت شما های. مرامت تنها شما زنگ زدن برای گذشتن سرحد. در خدمت شما شرکت موحدین. باقی سربلند و خانواد باشین. راستی گپ دوستان عزیز همه جای اینجا تاریخی است. میگیم نمیدونیم که کدام عصری و چیه و چی گفت. این طرف بینی خیمونا این مسجدی از این میدک برادر شده امی اکا پرسون میکنم. السلام علیکم تقای جون. سلام علیکم. خوب است اینجا است کارکاتون خوب هست. ما از دوشنبه شهر تاجیکستان آمدیم خیر راستی گپ تماشا کردم این به نهایت جای زیبا جای تاریخی. همین معلومات میداد همین مسجد ده کدامی عصرای کدامی سالای. این 15 سال کم 4 عصر شده. 15 سال کم 4 عصر. این قدیم امارت ارک. با 4400 سال شده. 4400 سال. 400 سال. این افراسیاب کسی سیاوش دورش با ساختگی ما. افراسیاب سمرقند با پادشاه بودگی. سیاوش ایران و پادشاهی پسرش بودگی. وقت اون وقت با اسلام دینش نبودگی. اسلام دینش نبودگی. همون وقت با سیاوش پدرش 14 زنش کده علاقه سر کردگی. پادشاه گفتگی ای واقعا رفته گفتگی سرطان ریت هم با خویش ماند شما یا تک پای کرد گفته انسانه پادشاه باید ننه کشد ننه آویزد و پیش میکند رو نگود سفید میکند رو نگود این درگاه آمده همینجا به سمرقند به منشیه افراسیاب با خانیش به خدمت کرده گشته دخترش میگرد. افراسیاب 2000 تا اشترا میتید 1000 تشکت نوراتا و غزغان کویش بند سنگ میبیارن 1000 تشکت شهرسبز میره که گفته که کوه هست. همونجا سنگ آورده یکم پایدوارشه همون وقت 4400 سال پیش میمونن. لیکن ایران ها گفتن که این شهر ما ساختگی اسمتون نه سیاوش خدمتکار مردکار بودگی کار فرماندگی پادشاه افراسیاب بودگی. افراسیاب 4400 سال بودگی 9 سال سانه سیاوش و افراسیاب دیوم دخترش که گپ شده سر کردن سانه علاقه کردن سانه افراسیاب همینجا و دار میکند و یا میآویزد همه پیش ارگ با. اینجا دا میگن که امیر بخرام زندگی کرده گه؟ اول پادشاه من بالا اون که با زندگانی کرده گه بالا ارگ با خاندان پادشاه همینجا با امام البخاری در کجا هم؟ امام البخاری ولی اون کس همون مادرشان چشمشان کور تولد شده محکم کور. بعد شب روز پدرشان سی ماهگی بودگی وقت پدرشان اسماعیل وفات کردگی. بعد مادرشان دستش به ماندگی پدرشان هم مشت کلام به خود امام حضرت برار کرده درس دادگی اینا. بعد شب روز گیره کرده اونچ کردن سانه حضرت علیه السلام خبر بیارن که سنت کنید پسرتان چشمش یله میشد میگن 5 سالگی بودگی وقتشان به سنت میکنن چشمشان یله میشد
6 سالگی وقتشون به امام حضرت برای حبس کبر است انامشون به اولیاء است همون کس به برده میگن هم آتشون کت آقاین برادر هم عالم علما بودن همون کس 10 سال درس دادن بعد گفته که 2.5 عصر شد پیغمبر ما حدیثشون یگان کس توده نکرد کتاب نکرد همونه شما کتاب کرده پایجوار اسلام مسلمان به اسلام دین است به پایجوار میکنید حضرت حجه اسماعیل امام البخاری 16 سالگی وقتشون به اکیشان مادرشان اونچه میرن مکت الله 1 سال سانه مادرشان پدرشان اوکیشان به اکیشان میبیان گشته اینکه از 17 سالگی شنبن تا 57 سالگی شنبه 40 سال شهر مشهر 26 تا عرب مملکتاش پای پیاده گشته زن پن نگرفته 600,000 تا حدیث توده میکنن همونه 7,000 کتاب تخت کرده اسلام عالم پایدیوارش مستحکم میکنن اونگاه اسن آمدن سانه پاسا با آدم ها دین اسلام با در آمده گرفتگی یخل ناپاک آدم ها پاسا با میگوید که حجه اسماعیل امام بخاری بگوید اونگاه بوینی آقان گردن سخت گوید کنه و آمده بچه های شما با اونش با درس میکرد سرای با بعد پاسا چاپاری ازاد کرده که آمده من با فرزندان با نویران با اونش کند علم تیاد آدابنامه کتابش خونده تیاد گفته اینکه میکنن بعد حجه اسماعیل امام بخاری میگن که من میگن این علم بلمه سرای برای گرفتن آمدگی من اینا توده کردگیم جمع میشدگی جای این مشت با بیاد جمع توده میشدگی جای با همونجا با هم میشه مل قطاره میگرد در کاریشه پاسا در غضب میشد انا و اونا طور گفته بود از گفته 2 هفته اونجا مهلت میکرد بخاره ترک کن میگد همون وقت سمرقندم تصرف بخارا با بودگی بعد اونجا میگفته که اکنون میگفته که سمرقند با اگر اجازتیه حجه اسماعیل امام بخاری با جنگ میکنم چکتی گفته که پاسوی سمرقند با سمرقند پاسوش اجازت ندادگی مادرشان و وطنشان حاضر سمرقند ولایت شیلک رایون خرتنگ قشلاق است خرتنگ میگوید اون کس رفتن زانه و قشلاق به گفته خرا اونچه میکند آواز برآورده اونچه کردن سانه این کس سلیمان پیغمبر کتابش خونده یگان تا خر نمیماند و قشلاق به بعد آدم ها عرض کرده میبیان که ما با خر در کار یگان تا خر نماند بعد این کس گفته که حجه اسماعیل امام البخاری الله راضی شود رحمت کند اکنون هر 3 تا 4 تا آیله یک شده یک تا اصل میگیره تو اصل گرفته هم دیگر کده کار فرمانده میگرده تو همون برای قشلاقشان نامشان خرتنگ پیغمبر ما سالشان به در آمدگی وقت به اسب صرف شده 63 سال بودگی وقتشان به اسب صرف شده خمچه میزنن از پیش نمیرد بعد میگن که مایه اکن جای ما خاک جای ما همینجا میشه دوسته همینجا مانده بعد همینجا اینجا میکنن شما زاده هم بخورایید؟ آرامیتن رومیتن آرامیتن این سیم بخورا یکم بخورا رامیتن من 9,000 سال 90 عصر شده که وای با وای خاک آمده پش کرده که وای شهر دویمش انا این شافرکان با تل سفید ورزانده گفته که جای است 5,500 سال این سیم بخورا 4,400 سال بودگی
زنده باشه زنده باشه. تشکر خیلی ما معلومات ها را گرفتیم از شما. هزار رحمت. آمد کرد کار کرد. هفپیر نقشبند ها با رفتیدم. کجا دایو؟ هفپیر نقشبند. نه انا کجا ده هفپیر نقشبند؟ نه 4 تا 5 تا رایون با. یکمشون حضرت عبدالخالق اردوانی خوجای جهان اردوان با. دویمشون نیستگیری دربار میشد. دویمشون حضرت عارف ماهتابان عرفگری شافرکان تومنش با. سیمشون حضرت محمود انجل پهلوی وبکن تومن با. چهارمشون حضرت خوجا علی رامیتانی عزیزان اینگز رامیتان تومنش با. پنجمشون حضرت محمد بابای سماسی اینگز هم رامیتان با. ششمشون حضرت امیر سید میرکلال کاغان تومنش با و حضرت سید میرکلال ینگایات با. هفتمشون حضرت بهاءالدین محمد جلال الدین شاه نقشبند. اینا چی کار کردن؟ اینا یا زیارت کنید اگر یک مرتبه حج رفته آمدگی میشید. انشالله میریم زیارت میریم انشالله. علامون اینا اورم که آکاشکار تا اینجا گشته ارارت کویش با این قشقر پشقر این خوارزم پارازم داغستان چچنستان آذربایجان اینا 180 میلیون ادیم برامدگی های دیم بدر آوردن. دل به یار و دست به کار. دست کار بشود دلت پروردگار بشود. دست به کار و دل به یار. یار کیست؟ پروردگار. دل به یار و دست به کار. دست به کار و دل به یار. یار کیست؟ یار پروردگار. زنده باشه. تشکر. آمدید کارتید نامتان چیه؟ نام من دوست مراد. نام شما چی بود تقا جان؟ قدرت الله. زنده باشه تقای قدرت الله. هزار رحمت. خیلی ما معلومات گرفتیم. نماز خلاص کرد گل نمی تمام اعلام کرد. بله حاضر محکم بله. ماشو آدم دیگه مافی خیلی این اخلاقی تقایم برمیاد که این همون گرفته رفتگیشون این هم چیزی تیار آماده زندگی کردگی بگم. این امیر بخارا ای گفتی شما میبرای که در چی تیار آماده زندگی کردگی بگم؟ زندگی تیار بودگی. یا تیار بودگی را آماده زندگی کردگی نه؟ نه همیشه منقد امیر علم خان منقد بودگی. یک طرف پیغمبر ما اونجا اولاد بودگی دوم طرف مادرشون اونجا با اولاد بودگی. ها شما درباره تاجیکا چی گفتنین؟ تاجیکا در همینجا بدن وقت شدن تاجیکا. گریخته رفتگی ده تاجیکا. تاجیکا با ازبکا ماندگی هم خیلی. گریخته رفتگی تاجیکا چی با جنگ جدل مل شدگی. من دنگلش میگم خفا نشوید با. نه زنده باشه. این وای همه خواهش پروردگار همزلین دولت و سنبایم ساختن. همزلین دولت ساختن. تشکر زنده باشه تقا جان. هزار رحمت. شنبه قرغانتپه ماجدا. ما خدمت ولایت ختلون. ولایت ختلون داریم و سنتودا شنیده باشه سنتودا میشه.